14 انسان، 14 رویا، 14 زندگی. این روایت ادای احترام به انسانهایی هست که در جستجوی آینده امن‌تر راهی مسافرت شدند. در سوق مسافران افغان روایت از دشت مارکو. 14 انسان با زندگی هایی که هر کدام داستانی داشتند. خانواده هایی که چشم انتظار بازگشتشان بود. و آرزویی که شاید تنها رسیدن به یک زندگی همین بود. آنها راه افتادند نه برای ماجراجویی بلکه برای یافتن لقمه‌نانی کار کنند و نفس بکشند. اما گاهی راه رسیدن به امنیت خود به مسیر پرخطری تبدیل می شود. پشت نام مسافر فقط یک عدد نیست. یک انسان است. یک خانواده است. یک کودکی که شاید هنوز منتظر بازگشت عزیزش باشد. امروز در برابر رنج این خانواده ها سکوت نمی کنیم. سازمان پژو ابراز همدردی عمیق خود را با خانواده های داغدار و آسیب دیده و مراتب تسلیت خود را به همه خانواده های عزیزشان در این حادثه هولناک از دست دادن عزیزانشان ابراز می دارد. از سازمان های حقوق بشری می خواهیم که رنج این پناهجویان و مهاجران افغان را نادیده نگیرند و در برابر رنج مهاجران سکوت نکنند. سازمان پژو از کشورهای محصول و کشورهای جهانی می خواهد که مطابق تعهدات و قوانین بین المللی از پناهجویان محافظت کنند. پناهجو بیش از آن که یک مسافر باشد، یک انسان است با حق زندگی، امنیت و کرامت. یاد جانباختگان گرامی و راه برای انسانیت پاینده باد.